قرائت شاهاثر علامه باباجان غفورов تاجیکان. تاریخ قدیمترین، قدیم، عصر میانه و دوره نو. گفتاری چهارم. ظاهراً این دهکده از یک چند منزلگاه های کلان ترکیب یافته، در هر یکی از آنها جماعی سیر آیله مسکن نموده بود. در یکی از این منزلگاه ها 27 خانه، همگی نه کمتر از 50 خانه بود که با راه روها به یکدیگر پیوست گردیدند پیدا کرده شد. بناها به نمودی راستگنجه و مربع، بعضی شکلاً نادرست هم ساخته شده بودند. دیوار خانه ها از خشت های کلانی راستگنجه برداشته شدند. در این خانه ها چند خیل آتشکده و صوفه ها موجود بودند. دیوارها را به خوبی اندازه نموده، در بعضی جاها گچ کاری هم کردند. از بعضی مدرک ها معلوم می شود که یک قسم خانه ها بامی گنبد شکل داشتند. به این طریقه در دوره انیالیت و برنجی کارهای ساختمان معماری در محلهای جنوب آسیای میانه نهایت درجه ترقی می کند. صنعت هنرمندی نیز خیلی رونق می یابد. کارخانه های مسکودازی به وجود آمده، از مهرچه و سوزن تا خنجرهای میسی مصنوعات گوناگون استحصال می گردیدند. از سنگ هم نه فقط اسلحه و آلات مهنت، بلکه هر گونه اسبابهای زندگی و ظرفهای زیبا ساخته می شدند. مهارت کلالها نیز به درجه بلند می رسد. آنها از کوزچه و قدحهای نهایت خرد تا خمهای خیلی کلان ظرفهای گوناگون می ساختند. ظرفهای بسیار نفیس و زیبای طعامخوری با گلهای رنگارنگ آرایش می یافتند. در این وقت صناعت بافندگی هم به غایت پیش می رود. نقش و نگاری ظرفهایی را که در برابر نقشه های هندسی صورتهای مار، پرنده، بوز و غیره کشیده شده اند آموخته، دایر به مفکوره اهالی نمازگاه تیپه بعضی معلومات به دست آوردن ممکن است. مخصوصاً رسم بوزی در بین دو درخت قرار گرفته نهایت واقعی تصویر یافته است. مجسمه های گیلی خیلی طبیعی برآمده آدم و حیوانات نیز یافته شده‌اند. بعضی از این قبیل صورتها هنوز وجود داشتنی باقی مانده های دوره مادرشاهی را نشان می دهند. از تصویرات مراسمی امثله گیلی خانه و چرخ گیلی عرابه را نام بردن ممکن است. در نزد دیوار خانه ها و در زیر آنها قبر آدمان نیز دچار می آید. حفریات منظم این باششگاه امکان داد که طرح آن را روشن تصور کنیم. در مابین شهر میدانی یافت شد که گرداگردش پر از حولی می باشد. در شرق تیپه انشاءات دینی و در شمال خمدانهای زیادی واقع بودند. بناهای اقامتی به 3 نوع تقسیم می شوند. بناهای بسیار خانه که در آنها اعضای یک جماعه سیر عائله زندگی می کردند. بناهای بسیار خانه‌ای که در آنها چند خانه علاهیده جدا کرده شده، غیر از این انبارچه و حولیچه و آشخانه نیز دارند. بناهای کلانی که طرح انیق مقرری داشته، وسعت آنها از 70 تا 80 متر مربع است. تخمین می رود که در این گونه بناها اعیان و اشراف و در بناهای دو نوع اول نمایندگان طبقه های پایانتری جمعیت زندگی می کردند. در قریبی بناهای اقامتی دخمه های جماعتی واقع بودند. از روی جهاز دفن نیز تقسیمات مال و ملکی جمعیت را روشن دیدن ممکن است. انشاءات دینی که در دوره نمازگاه 5 به وجود آمده است جالب دقت است. این انشاءات در تپه جای دارد که در آن چند قبرهای قدیمتری مسکون یافت شدند. تپه
با خشت خام روکش شده، در بالای آن یک عمارتی برج مانند ساخته بودند که از پیش قریب 21 متر برداشت. محققان تخمین می کنند که این عمارت زینه‌دار بود. 4 زینه اولی آن یافت شد. بیرون دیوار زینه دیگری عمارت با نقش‌های خشت خامی برجسته 3 زینه آرا داده شده است. به عقیده مصان این عمارت ذکورت‌های شومر را خاطر رسان می نماید. شمالتر این انشاءات چند بینای اقامتی بود که به بیناهای نوع سیوم منسوب است و راهبران حفریات آن را کاخ کاهین نامیدند. در جنوبتر این محل اقامت دخمه واقع بود که آن یک دالان دراز و 5 حجره داشت. یکی از این حجره ها که احتمال عبادتخانه باشد خیلی متریال های پرارزش داد. از همه حجره ها شده های لاجوردی، فیروزی، عقیقی و طلایی یافت شد. علل خصوص هیکلچه های طلایی سری گرگ و برزگاو، هیکلچه سری برزگاو فروزنشان است. با اهمیت مخصوص مالک می باشد. در این دخمه عموماً تربت زیاده از 30 کس یافت شد که همه آنها از افتکار اعضای یک عائله کلان جماعت بودند. حفریات آلتین تپه جای مدنی و تاریخی مدنیت دوره مترقی عصر برنجی انو را معین نمود و اهمیت آن محض در همین است. این مدنیت در زمینه عنعنه مدنیت محلی تشکل یافته بعد از کامیابی های تمدن مترقی بین النهرین فراوان بهره برداشت و با تمدن فلسطین، سوریه و آسیای خرد قرابت پیدا نمود. شاملان مدنیت انو در دوره برنجی هم از گیل بود می ساختند. این بودها از هیکلچه های حجمدار و عمومی ساختی دوره انیالیت فرق کلان دارند. این بودها مجسمچه های اساساً مسطح زن و بعضاً مرد می باشند که بطن آنها آرایش زیادی چسبانده شده است و بعضاً این مجسمه تنها یک پاره گل است که در وقت ملایم بودن آن برویش طرح درختها و دیگر صورتها ثبت گردیده است. به عقیده محققان این بتها تجسم آن خدا و آلیهه های نمی باشند که کیها معلوم شده بودند، بلکه انعکاس ارواح همان اشیا و حادثه هایی اند که پیش از پیدایش خداهای مخصوص وجود داشتند. دیگر دهکده شهرستان مانند آلتین تپه که از نمازگاه تپه خردتر بوده همگی مساحت 46 هکتار را اشغال می کرد، آثاری از بیناهای عظیم شرق قدیم و هنری مردم آن مثل مجسمه های با خط و علامت های رمزی آرایش یافته را تا زمان ما رسانید. آخرین مرحله های عصر برنجی چی در آثار تمدن نمازگاه تپه و چی در دیگر یادگاری های دامنه کوه کوپتداغ در واحه مرو نشانه های خود را باقی گذاشته است. تحقیقات سالهای آخر دلالت می کنند که هنوز در دوره نمازگاه 5 قسمی ساکنان دامنه کوههای کوپتداغ به ساحل‌های ریزشگاه مرغاب کوچیدن گرفتند. در اینجا بسیار باششگاه‌های نچندان کلان، وسعت کلانترین آنها 15 هکتار یافت شدند که در لب مجراهای قدیمی دریاها جای گرفتند. به مدنیت انو قرابت داشتن آنها روشن است. احتمال ساکنان این ناحیه با مردمان دشت خرید و فروش می کردند. مثلا ممکن است به آنها اسباب‌های سفاری می فروختند. در این باششگاه‌ها هیکلچه‌های زنان، مهرهای نقشین سنگی، فلوزی و سفاری به دست آمدند که به مدنیت دوره نمازگاه 5 انو خاص است. بعدتر در میانه‌های هزاره 2 تا میلاد به ریزشگاه مرغاب از دامنه کوه‌ها
گروه دیگری مردم کوچیده آمدند که مدنیت مادی آنها به مدنیت نمازگاه 6 تعلق دارد. عیناً در همین دوره در باششگاه‌های مرغاب به ساختن قلعه‌های شروع کردند که برج‌های مستحکم داشتند. شبهه‌ای نیست که این کار تقاضای زمانه بود، زیرا عیناً همین گونه قلعه‌ها در افغانستان شمالی و ازبکستان جنوبی نیز ساخته شدند. در تمام دوره موجودیت عهد برنجی، ترکمنستان جنوبی مترقی ترین و مدنی ترین ولایت آسیای میانه به شمار می رفت. این ولایت به منطقه پهناور جماعت کشاورزی ابتدایی که به تمدن شهر شرق قدیم پیوسته بود داخل می شد. اثری تاجیکان شعله بود که به صحیفه های تاریک و فراموش گشته تاریخ ملت تاجیک روشنی انداخته، پدیده های خودشناسی و افتخار ملی را تکمیل داد. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان. قبیله های آسیای میانه، ایران، بلوچستان و افغانستان که در میانه دو مرکز بزرگ تمدن باستانی هندوستان و ماوراءالنهر واقع گردیده بودند، در پیشرفت آن رالی مهم بازیدند. قبیله های جنوب ترکمنستان آسیای میانه برابری بهره بردن از تأثیر پربرکت مرکزهای شهری خیلی ترقی کرده شرق قدیم و همچنین طایفه های کشاورزی همجوار ایران و افغانستان در نوبت خود به آنها نیز تأثیر معینی رسانیده است. در بین قبیله های جنوب ترکمنستان و دومین ولایت عهد برنجی آسیای میانه که به سبب داخل شدنشان به قبیله های صحرانشین یوراسیا نام قبیله های دایره صحرا را گرفتند، رابطه نهایت درجه نزدیک به وجود آمده متصل انکشاف می‌یافت و در پیشرفت اقتصادی و معنوی آنها اهمیت بغایت کلانی داشت. در نیمه دوم هزاره 2 و ابتدای هزاره 1 پیش از میلاد، گروه‌های پرشماری قبیله‌های صحرانشین از شمال به ترکمنستان جنوبی رو آوردند. به توسط اکسپدیسیه‌های تلستوف و همکاران او از محل‌های نزد بحر ارل بسیار یادگاری‌های عهد برنجی پیدا شد. اکثر این یادگاری‌ها به مدنیت تازه باغیاب تعلق دارد. تازه باغیابی‌ها در زمینکن‌ها می‌زیستند. در میان جای خانه آتشدان کلانی و به طور دیوار او را ساخته شده بودند. اهالی با زراعت و آبیاری مشغول بوده، چارواداری هم در حیات اقتصادی رال کلان می‌بازید. یک چند قبر آدمان آن وقته کافته تحقیق کرده شد. مقدار زیادی ظرف‌های سفاری با نقش‌های حکاکی هندسی آرایش یافته دریافت کردید. چنانکه ایتینه اثبات نمود، این ظرف‌های سفاری از جهت آرایش و سفالالات مدنیت اندران قزاقستان غربی و مدنیت کندکاری پوالشی خیلی شباهت دارد. در محل‌های نزد بحر ارل برابر مدنیت تازه باغیاب، مدنیت دیگری که با نام سویورغان مشهور است نیز پهن گردیده بود. به عقیده محققان خصوصیت این مدنیت را بیشتر از روی رابطه های آن با مدنیت قبیله های جنوب یعنی مدنیت انا می توان معین نمود. در انتهای عهد برنجی آخر هزاره 2 پیش از میلاد یا خود عصرهای اولی هزاره 1 پیش از میلاد برای نمایندگان اشراف قبیله در ریزشگاه سردریا بالای تلی تاغستان مقبره های کلان از خشت خام و ستونهای چوبی ساخته شدند. آنها از بیرون مدور شکل به قطری تا 15 متر و از درون
مربع شکل می باشند. دیوارهای گیلی آنها نهایت غفص بوده. احتمال می رود که از درون با یک نوع قالین زینت هم می دادند. در آخرهای هزاره 3 و نیمه اول هزاره 2 پیش از میلاد در پایاناب زرفشان دیهات قبیله هایی که باستانشناسان زمان بابی ها نامیده اند وجود داشت. زمان بابی ها در خانچه های قمیشی با کهگیل لاویده شده زندگی می کردند. آنها زمین های هنگام آبخیزی شاداب شده را برای کشت استفاده کرده به زراعت و پرورش چاروا اینچنین به شکار و ماهیداری مشغول می شدند. آلات مهنتی آنها از کوبه، داس و کلند سنگی عبارت بود. سفالالات این مدنیت که به دوره آخری مدنیت کلتمنار داخل می شد به اندازه زیاد تحت تأثیر مدنیت انو نیز واقع گردیده بود. در این محل پاره‌های سفالالات مخصوص انو و زیورهای سنگی و برنجی عیناً یا قسماً به اسبابهای زینتی ترکمنستان جنوبی مانند یافت شدند. شاید زمان فوج مهاجران جنوبی ترکستانی به اینجا رسیده با اولاد کلتمناری ها زندگی یک جایه به سر برده باشد. همچنین تخمین می کنند که این همرنگی را رابطه های متقابله مدنی نه اینکه ارقی مردم این محل با قبیله های زراعتکاری جنوب به وجود آورده است. دیرتر از میانه های هزاره 2 پیش از میلاد در واحه زرفشان قبیله های عهد برنجی صحرایی پهن می گردند. قدیمترین یادگاری های عهد برنجی که در تاجیکستان جنوبی و مرکزی کشف شده اند مصنوعات میس و برنجی از جمله تبرهای میسی می باشند. یکی از این تبرها از دهه یاری ریان پنجکین، دیگری از قشلاق شرشری ریان کویبشیف و سومی از نزدیکی قشلاق عرقچینی ورزاب یافت شده است. تاریخ همه اینها را آخری هزاره 3 اولی هزاره 2 پیش از میلاد معین کرده. یک سلسله یادگاری هایی که در شمال و جنوبی ریسپوبلیکا پیدا گردیده اند دوره ترقیات عهد برنجی را توصیف می نمایند. در ساحل راستی سیردریا سمت شرقی لینین آباد در محل بیابانی قیراقم ده ها مسکن دوره ترقی و آخرین مرحله های عهد برنجی دریافت و تحقیق شده. اکثر این مسکن ها خرد بوده از 0.1 تا 3 هکتار مساحت دارند، ولی در بین آنها مسکن های خیلی کلان هم هستند که مساحت قریب 10 هکتار را اشغال نمودند. هر یک مسکن از یک چند نشیمنگاه عبارت بود که درازیش به 20 متر و برش به 12-15 متر می رسید. قیراقمی ها اساساً مشغول چارواداری بودند. از این رو در مسکنها استخوان گوسفند، بز، گاو و اسب جمع شده است. به طور فراوان موجود بودن هاونگ و آس که برای یرمه و آرد کردن غله خدمت می کردند از رواج داشتن زراعت گواهی می دهند. یکی از مشغولیت های اساسی قیراقمی ها کار معدن و فلز گدازی بود. در مسکن های آنان دشغال های از گدازش برنجی باقی مانده و قاریب های سنگی برای ریختن میتین و تبرهای برنجی یافت شدند. سفالالات قیراقم با آلات سفاری تازه باغیاب شباهت دارد. قیراقمی ها برای آرایش ظرفهای سفاری قاریب‌های مخصوصی مسطح و دنداندار را کار می‌فرمودند. در خود قیراقم اینچنین در قشلاق دهنه ریان اشت دفنگاه‌های آدمان عهد برنجی پیدا گردیدند. قبیله‌های قیراقمی یک قسمتی گروه کلان قبیله‌های عهد برنجی صحرایی را که آن وقتها بعضی ناحیه‌های وادی فرغانه و واحه تاشکند را اشغال نموده در حدود 7 رود
با قبیله های اندرانی قزاقستانی جنوبی پیوسته بودند تشکیل می کردند. اثری تاجیکان شعله‌ای بود که به صحیفه‌های تاریک و فراموش گشته تاریخ ملت تاجیک روشنی انداخته، پدیده‌های خودشناسی و افتخار ملی را تکمیل داد. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان. مدنیت این محل را مدنیت قیراقم می نامند. قیراقمی ها در شمال تاجیکستان غیر از خود قیراقم در ریان شهرستان نیز سکونت داشتند. آثار مدنیت مادی آنها از قبطهای بالایی مغاره آقتنگه یافت شد. در وادی فرغانه برابری مدنیت قیراقم مدنیت تماما دیگر وجود داشت که با نام چوست مشهور است. صاحبان مدنیت چوست بیشتر به زراعت مشغول بودند. ساختن آلات سفاری پرنقش و نگار به آنها نیز خاص است. در جنوب تاجیکستان مثلا در رباط مرکزی سبخازی به نام کیرف نزدیکی شهر قرغان تپه آثار مسکن قبیله های اهل برنجی صحرایی پیدا گردید. در واحه های پایاناب نهرهای قزلسو، وخش و کافرنهان که به دریای پنج می ریزند، قبرستان های دوره آخر اهل برنجی یعنی میانه و نیمه دوم هزاره دوی پیش از میلاد یافت شدند. ساکنان باقی مانده آنها ظرفهای سفاری خیلی خوب می ساختند که آلات آخرین مرحله های انو را به خاطر می آرند. روابط محل های جنوب و غرب را همچنین از روی مصنوعات برنجی این مدنیت می توان درک نمود. در عین زمان مراسم دفن، ساخت قبر، سوزاندن مرده و غیره بیشتر با دایره مدنیت صحرایی علاقه داشتن آنها را نشان می دهد. این مدنیت از روی محل واقع شدن قبرستان ها به خود دو نام وشکند و وخش را گرفته است که مناسبت آنها هنوز روشن نیست. در مسافه نچندان دورتر از اینجا در سرخاندریا مسکنهای دارای سفالالات آخر انو پیدا کرده شدند. چنانکه معلومات و مدرک‌های از حفریات کوچک تیپه تحقیق الباون و سفال تیپه تحقیق اسکرف به دست آمده گواهی می‌دهند در آخر هزاره 3 و اول هزاره 2 پیش از میلاد در ولایت‌های جنوب شرقی آسیای میانه جماعت‌هایی به وجود می آیند که دارای خواجگی ترقی کرده زراعت ابتدایی بوده، در مسکن‌های مستحکم و نشیمنگاه‌های منظم و زیبا اقامت می کردند. در تگ این قبیل خانه‌ها مرده ها را دفن می نمودند. هنرهای گوناگون به درجه بلندی ترقی رسیده بود. حفریات سفال تپه خیلی جالب دقت است. باششگاه سفال تپه دلالت می نماید که در هزاره 2 تا میلاد در شمال زراعتکاری مترقی وجود داشت. سفال تپه تپه نچندان کلان است که قریب 3 هکتار وسعت دارد. گرداگرد خانه های اقامتی این باششگاه را 3 قطار دیوارهای مدافعوی احاطه کرده بودند. بیناهای باششگاه همه بسیار خانه بودند. چند بینا به هم پیوسته می شد و بین این بیناهای پیوسته کوچه و تنگکوچه ها واقع بودند. طرح باششگاه نهایت پخته و عمیق و دقیق بوده. از احتمال دور نیست که تمام بیناها از روی نقشه پیشکی برابر ساخته شده بودند. بیرون از باششگاه قبرستان نیست، زیرا مردگان را بی‌واسطه در تگ دیوار خانه ها و یا در خود درون خانه می گرانیدند. بعضاً جسد مردگان را اندرون ظرف ها می یابند. در اکثر گور کلان سالان ظرف های سیرشمار
و این چنین دیگر اشیای فلوزی، سنگی، چرمی، چوبی، آینه، اسبابهای گوناگون، یراق و اسلحه، اشیای زینت و زیور و غیره یافت شدند. آلات سفال تیپه نهایت خوش صفت بوده. آلات سفاری عهد برنجی مترقی انو را به خاطر می آرد. این گونه ظرفها به قریبی در ریان ریگری تاجیکستان یافت شدند. در اینجا دخمه گیلی دوره برنجی تندیر یول کشف شد. در اینجا زیاده از 20 قبر یافت شد که همه آنها آنقدر چقور نیستند. بعضی آنها لحد هم دارند. تپه گورها با توده سنگپاره ها اشارت شده است. مرده را در گور پهلوناکی پایهایش را قطع کرده می ماندند. از این گورها ظرفهای سیرشمار، شدههای سنگی و برنجی یافت شدند. از دو گور هیکلچه گیلی به دست آمد که همتا ندارد. یکی از این هیکلچه ها نسبتاً کم ضرر دیده است و بلندی آن قریب 37 سانتی متر بوده. مردی ریشداری را تصویر می کند که پایهایش را دراز کرده نشسته است. به عقیده لیتوینسکی در آخر هزاره 3 و اول هزاره 2 پیش از میلاد پهنشوی فوری آیکومنهای قبیله های انو به عمل آمده در محلهای شرقی و جنوب شرقی مسکن می کنند. در جایهای نو قسمی از آنها طرز زندگی مقرری خود را دوام می دهد و قسم دیگر به محض سازگار افتادن شرایط محل تدریجاً به چارواداری شغل برزیده به زندگانی نیم مقیمی رو می آورند. قبرستان‌های قدیمه جنوب تاجیکستان انا از همینها باقی ماندند. صحرانشین‌ها به عرف و عادت و مدنیت مادی آنها تأثیری کلانی رسانیدند. اثری تاجیکان شعله بود که به صحیفه های تاریک و فراموش گشته تاریخ ملت تاجیک رفشنی انداخته، پدیده های خودشناسی و افتخار ملی را تکمیل داد. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان. شما گفتاری چهارم را از کتاب علامه باباجان غفورов تاجیکان در قرائت عبدالرشید خوجمقولov شنیدید. کارگردان شیرعلی نفضلی.